سلام، صبح خیر. چطوری بچه‌ها؟ خوبی؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. الان ساعت تقریبا 7 صبح و من بعد حاضرشم برم دانشگاه. گفتم که امروز چون یکم بیشتر وقت دارم بیام و یه ویدیو بگیرم و روتین صبحی که خیلی واسش تلاش کردم تا این روتین رو درست کنم و به شما هم نشون بدم. هوام گرفته و ابر. بچه ها، راستی این ساعتایی هست که تو خونه ما، این یکی هم تو سالن، اینا باتری ندارن، دوتاشون خوابیدن. بعد این سری بهم کامنت میزنن که چرا دروغ میگی، الان ساعت 6 نی، الان ساعت 4. این ساعت خوابیده. تو همه ویدیوهای من ساعتش یکیه. نگاه، این الان سالهای 2 سال این ساعت 8 و 10 دقیقه صبح، ولی اشتباهه چون همیشه همین ساعته. من کلا آدم شب زنده داری بودم، یعنی از این آدمایی بودم که همه کارهای زندگیمو شب انجام میدم. واسه امتحان میخواستم بخونم، شب درس خوندم. ورزش شب، درس شب، فیلم شب. یه جایی بخورم گفتم که این که شبا من نمیخوابم اینا واسه بدنم دیگه ضرر داره. بیا یه کار کن، یه مدت تست کن، به خودت سختی بده، صبح زنده دار شو، یعنی صبح زودتر بیدار شو. الان تقریبا 2 هفته است که خوابمو درست کردم. صبح ساعت 6 و نیم بیدار میشم به جای 10 اینا. البته خب دانشگاه هم دارم، ولی خب مثلا دانشگاه دارم میتونم ساعت 7 و نیم بیدار شم، ولی 6 و نیم بیدار میشم که 1 ساعت وقت داشته باشم یه سری کارامو انجام بدم. تقریبا الان 1 هفته است که با خودم کار کردم که صبح که بیدار میشم یه 20 دقیقه نیم ساعت اینا یکم ورزش کنم. حالا ورزش اونچه نه، کششی، به خاطر اینکه همش صبح تا شب توی دانشگاه نشستیم بدن آدم اصلا گرفتگی میگیره. اینا لازمه که آدم یک حرکات کششی بره، بدنش وا بشه. بعد که یکم به این روتین زندگی عادت کردم، صبح میرم باشگاه، چون یه ساعت 7 تا 8 داره، اونم میرسم برم، ولی الان سختمه برم یکم، چون اگه اونو بخوام برم باید 6 بیدار شم، دوباره نیم ساعت و خوابم بندازم جلوتر، یکم سختمه. ولی ایشالله بعد از امتحان میان ترم این کارو میکنم، انجام میدم. فعلا همینه روتینم که صبح بیدار میشم، یکم ورزش میکنم. تازگی شروع کردم ژورنال نوشتن، خیلی کیف میده، خوشحالم. برنامه‌ریزیمو چک میکنم، تازگی برنامه‌ریزی میکنم. قبلا برنامه‌ریزی روزانه نداشتم، ولی تا مثلا ماهیانه و هفتگی برنامه‌ریزی میکردم، ولی جدیدا روزانه هم بهش اضافه کردم. روزانه هم برنامه می‌نویسم چون واقعا برنامه‌ها سنگین شده. صبحانه میخورم. صبح من که دانشگاه من اینجوری بودم که میرفتم دانشگاه صبحانه میخوردم، ولی الان سعی میکنم تو خونه صبحونه‌مو بخورم، چون تو دانشگاه چیز چی میگن سالمی نیست. همش بعد از این آشما و پوچا و اینای ترکی بگیری که پر از کالری و شیرینی و قند و اینا. من اگه بتونم غذامم توی خونه درست کنم و بخورم ببرم دانشگاه، دیگه اصلا حرف نداره زندگی. همه خب تلاش میکنن که صبح ساعت 5 بیدار شم. من حقیقتا نمیتونم صبح ساعت 5 بیدار شم، چون اگه صبح ساعت 5 صبح بخوام بیدار شم، از اون ور شب ساعت 10 باید بخوام که خوابم کامل شه و من نمیتونم این کارو بکنم، چون من ساعت 7 تازه میرسم خونه یه روزایی از دانشگاه. 10 بخوام بخوابم هیچ کاری نکردم رسما در روز، یعنی در شبانه روزم هیچ کاری که مربوط به خودم باشه نکردم، به هیچی نرسیدم. واسه همین من میام شب 12 میخوام، از اون ور صبح ساعت 6 بیدار میشم. 5 صبح فعلا واسه من خیلی زوده، واقعا نمیتونم باش کنار بیام. اینجوری توی یوتیوب اگه بزنین فول بادی مثلا مورنینگ یوگا یا مثلا استرچ مورنینگ یوگا کلی میاره. نبات نرو جلوی دوربین. ای خود داشتم میگفتم اگه توی یوتیوب سرچ کنید میاره. خب من یه دونه از این 10 دقیقه‌هاشو انتخاب میکنم میذارم جناب و مثل اون انجام میدم. اصلا لازم نیست بلد باشی خودمون. الان من اینو میزنم.
وقت اینه که برم صبحونه‌مو حاضر کنم، یه قهوه حاضر کنم و بشینم برنامه‌ریزی کنم واسه امروزم و ژورنال بنویسم. می‌بینی نذاش ورزش کنم؟ نه چه نذاشتی ورزش کنم؟ انرژیم. خب نوبتی هم باشه دیگه، نوبت ژورنال نوشتن و صبحونه خوردنه. قهوه شد و بچه‌ها ژورنال خب خیلی سلیقه‌ایه، هر کی باید ببینه خب چی جوری میتونه ژورنال کنه، چی جوری بهش میچسبه. من خودم به شخصه چی کار میکنم، چی جوری ژورنال مینویسم. من یه سری روزا میام یه دونه برگه خالیه که یه سری سوال توش پرسیده، مودو پرسیده، یه سری سوالا پرسیده، من بعضی روزا میام اینا رو جواب میدم. یا اینکه یه کار دیگه هم که من میکنم واسه ژورنال نوشتن، یه دونه کاغذ خالی برمیدارم و تو شروع میکنم به نوشتن 5 تا چیزی که از داشتنش خیلی راضیم مینویسم. مثلا میتونه هر چیزی باشه، یعنی فرقی نداره. مثلا من نباتو مینویسم، گربه‌مو مینویسم، اصلا ازش راضی نیستم. و بعد میام 5 تا چیزی که خیلی دوست دارم داشته باشم ولی هنوز ندارم رو مینویسم. بعد این باعث میشه که من هر روز یادم بیاد که چه چیزایی دارم و واسه چه چیزایی دارم تلاش میکنم. هر کسی میتونه بسته به سلیقه خودش این کار رو جداگانه انجام بده، یعنی به روش خودش انجام بده، ولی من اینجوری انجام میدم. فینیش شد، تمام شد. هم برنامه روزم رو نوشتم، هم یکم ژورنال کردم. قشنگ آدم حس خوبی میگیره، میدونی چی میگم؟ و دیگه کم کم پاشم آماده شم برم دانشگاه که دیرم نشه دوباره. خیلی خوشگل خوابیدن این دوتا. خب حالا چی بپوشم؟ تیشرت سفید بیسیک مثل همیشه و شلوار مشکی بهترینه. هر موقع که نمی‌دونستین با چی بپوشید این دو تا گزینه کمکتون میکنه. واقعا دیگه لباسام ته کشیده و نیاز دارم برم یک عالمه لباس بخرم، ولی الان دارم برنامه‌ریزی میکنم که یه چیز دیگه بخرم. واسه همین پول ندارم که بخوام لباس بخرم. حالا اونو خواستم بخرم بهتون میگم، ولی فعلا دارم پول جمع میکنم یه چیز دیگه بخرم و وقتی اونو خریدم دیگه خیالم راحت میشه و میتونم هر چی دارم میخوام لباس بخرم. موهامو بستم بالا به خاطر اینکه یکم احساس کردم چربه. دیروز روز حمام بود نرفتم، امروز صبحم دیگه وقت نشد نرفتم. یکم سرم درد میگیره ولی مجبورم چون چربه. آقا من لحظه آخری لباسم عوض کردم، دیدم هوا در حد کت نیست، در حد تیشرت هم نیست. گفتم یه چیز آسیمونم بپوشم که یکم راحت‌تر باشم. لحظه آخری اینو پوشیدم.